الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باز هم پروردگار عزوجل را سپاس گزار هستیم برای اینکه توفیق بیانات سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نصیب ما و شما گردانید و الله متعال این بیانات و این درسها را از ما و شما قبول بکند و پروردگار عزوجل در روز قیامت ما و شما را از شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهره‌مند داشته باشد. شنوندگان بی نهایت عزیز، در درسهای قبلی پیرامون این که قریش هیئت را اعزام میکنند و ترتیب میدهند تا با ابو طالب صحبتهای داشته باشند تا پیامبر صلی الله علیه و سلم را از دعوتی که میکند به آیین جدید باز دارد و در اینجا تقریبا 2 بار و 3 بار این هیئت رفت و آمد میکند، با ابو طالب صحبتها میشود و موضوعات و مطالب را در میان میگذارند تا از پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب درخواست بکند تا از دعوت دست بکشد. ولیکن مبارک صلی الله علیه و سلم وقتی که میبینند که ابو طالب کاکایش تقریبا به سخنان قریش گوش داده و یک چیزی به رسول مبارک صلی الله علیه و سلم بیان میکند که ای برادرزاده عزیزم، بیا از این دعوت خود دست بکش، نشود که مرا با قومم مواجه کنی و دعوا و کشمکش به وجود بیاید و من توان دعوا با قوم خویش را ندارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میبیند یک چیزی ناامید میشود از حمایت ابو طالب و رو میکند و قسم یاد میکند که به خداوند قسم، با آن ذاتی که جان من در دستان بلا کیف آن هست قسم یاد میکنم، اگر آفتاب و خورشید را در دست راستم و مهتاب و ماه را در دست چپم قرار دهند، ما از این دعوت خود باز نمیگردم. همین یک کلمه را ذکر میکند. ابو طالب این عزم راسخ و این قوت و این اعتماد بسیار بلندی را که از محمد صلی الله علیه و سلم میبیند و مشاهده میکند برایش اعلان میکند که ای برادرزاده، هرچی میخواهی انجام بتو، من در پشت سری تو از تو حمایت میکنم، تو را به هیچ کس نمیگذارم و هر دستی که علیه تو دراز شود و بخواهد که تو را به عزت بکند دست او را قطع میکنم. این ابو طالب سخنانی هست که در پیش روی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکند که برو هر چی که میخواهی آزادانه بیان بکن، از هیچ کس نترس، از هیچ کس نترس، دعوت خود را ادامه بتو، تبلیغ خود را ادامه بتو. هر کس که در مقابل علیه تو برخاست تا تو و دعوت تو را بخواهد نابود بکند او با ابو طالب طرف می شود. در اینجا می بینیم که الله متعال ابو طالب را یک حامی بسیار محکم و قوی به خاطر دین و به خاطر اسلام و به خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بلند می کند. بعد از این که هیئت دیگری که می آید تا با ابو طالب صحبت بکند، می بینند که ابو طالب چندان توجه نمی کند، می بینند که ابو طالب چندان توجه به سخنان قریش و قریشیان نمی کند و این هیئت را چندان عزت و احترام نمی کند. اینها می فهمند که موضوع جای دیگری هست، اینها می فهمند کسی که محمد صلی الله علیه و سلم را حمایت می کند و تقویت می کند خود ابو طالب است. پس در اینجا اذیت و آزار را قریش و قریشیان و مشرکین به شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع می کنند. با این که پیش از این قریش از تمسخر و استهزا و بدگویی و زشت‌نمایی و فریبکاری و مزاحمت و آزار پیروان شروع کردند و هیچ دست بر نداشتند
اما پس از ناامیدی از همکاری ابو طالب برای قریش با آن بدبختی و تکبری که داشتند بسیار مشکل تمام می شد که مبارک صلی الله علیه و سلم دعوت بکند و ما تحمل بکنیم، او دعوت بکند و ما نگاه بکنیم و نظاره بکنیم، او دعوت بکند و ما نگاه بکنیم که جوانان ما از صفوف ما بیرون می شوند و به صف آن می روند، ما نگاه بکنیم که جوانان ما از زیر سقف خانه های من بیرون می شوند می روند در کنار محمد صلی الله علیه و سلم. این براشان خیلی سخت تمام می شد، این براشان بسیار سخت و کوبنده برابر می شد. نزدیک بود رهبری دینی و سروری دینشان را نابود سازد. از همین رو به تعرض و یورش به شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم دست زدند و بدین ترتیب امر را زیر پا نهاد که از زمان آشکار شدن دعوت در میان مردم آن را بزرگ می داشت و حرمت می نهاد. طبیعی بود که در این امر ابولهب پیش قدم شده و در رأس دشمنان پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار گیرد. او یکی از سروران بنی هاشم و از سرسختترین دشمنان اسلام به شمار می رفت و مسلمین. از روز نخست و پیش از آن که قریش در این مورد بیندیشد نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم موضع خصمانه داشت و پیش از این واکنش وی را در مجلس بنی هاشم و در کنار کوه صفا یاد کرده ایم که ابولهب چقدر با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی داشت در حالی که کاکایش بود. در اینجا سرسختترین دشمن اسلام و بدبختترین کسی که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین کینه و کدورت داشت همین ابولهب بود که حتی در همان اولین مرحله که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کوه صفا بلند می شود و دعوت می کند قوم خود را، ابولهب زبان دراز بیرون می کند و پیامبر صلی الله علیه و سلم را داودش نام می دهد. ابولهب پیش از نبوت دو دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام رقیه و ام کلثوم را به عقد پسرانش عتبه و عتیبه در آورده بود، اما پس از بعثت به زور و خشونت آن دو را به طلاق همسرانشان مجبور ساخت. و چون عبدالله دومین پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم چشم از جهان پوشید، شادمانی کرد و نزد مشرکین شتافت تا آنان را مژده دهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بی پسر شده است. نعوذ بالله. چقدر یک انسان بدبختی، چقدر یک انسان روسیاهی. حتی میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانواده همینها هست. حتی میبینیم که ابولهب کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولیکن آنقدر بدذات و آنقدر زیشت و آنقدر انسان بی ادب که دنبال موضوعاتی میگردد و برای مشرکین میرود و بشارت میده و مژده میدهد که فرزند پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده و مبارک بی فرزند شده. پیش از این گفتیم که ابولهب در موسم حج در بازارها در پی پیامبر صلی الله علیه و سلم میرفت و آن حضرت را تکذیب میکرد و بنا بر روایت طارق ابن عبدالله محاربی او به تکذیب پیامبر بسنده نمی کرد، بلکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم را با سنگ هم میزد، چنان که پشت و پاشنه پای مبارک صلی الله علیه و سلم خونین میشد. همسر ابولهب ام جمیل خواهر ابو سفیان ابن حرب نیز در عداوت با پیامبر صلی الله علیه و سلم از همسرش کمتر نبود. او بوتهای خار را جمع کرده و شبانه در مقابل در خانه و مسیر پیامبر صلی الله علیه و سلم میریخت. وی زنی بدزبان بود که زبانش را به نیکوهش پیامبر صلی الله علیه و سلم آلوده و از هیچ افترا و دسیسه و فتنه انگیزی نسبت به آن حضرت صلی الله علیه و سلم پرهیز نداشت و جنگ بیرحمانه علیه آن حضرت صلی الله علیه و سلم را آغاز کرده بود. از این رو قرآن او را
حمالت الحطب یعنی هیزمکش یا آتش بیار معرکه نامیده است. وی چون آیاتی را که در قرآن درباره او و شوهرش نازل شده بود شنید، پارسنگ به درشتی کف دست برداشت و در پی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مسجد الحرام آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر در کنار کعبه نشسته بود. چون وی در مقابل ابوبکر ایستاد، خداوند بینایی او را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم از میان برد، چنان که جز ابوبکر رضی الله عنه چیزی دیگر را نمیدید. وی به ابوبکر رضی الله عنه گفت: دوستت کجاست؟ شنیدم که مرا حجوه میگوید. به خدا سوگند اگر او را بیابم این سنگ را به دهانش میکوبم، نعوذ بالله. اما به خدا سوگند که من شاعرم. و سپس چنین بیان میکند: نیکوهیده را نافرمانی کردیم و از فرمانش روی برتافتیم و با دینش دشمنی نمودیم. سپس بازگشت. ابوبکر رضی الله عنه گفت: ای رسول خدا، آیا گمان نمی کنی که تو را دیده است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مرا ندید، زیرا خداوند بیناییش را از من برداشت. ابوبکر بزار همین ماجرا را نقل کرده و در ضمن آن آورده است: چون همسر ابو لهب در مقابل ابوبکر ایستاد و گفت: ابوبکر، دوستت ما را هجو کرده است. ابوبکر رضی الله عنه پاسخ داد: به خدای این خانه او شیر نمی سراید و شیر بر زبان نمی آورد. او نیز گفت سخنت پذیرفتنی است. سبحان الله. این مردم باورمند هستند، یقین میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش خود چیزی نمیگوید، شیر نمیگوید. آنچه که بیان میکند از جانب پروردگار هست، ولیکن از بس که جهل و تکبر و خودخواهی و عناد و ضدیت و تعصب چشمان آنها را کور کرده بود، حق را نمیپذیرفتند. ابو لهب که این اعمال را مرتکب میشد، عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم و همسایه دیوار به دیوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود. البته سایر همسایگان نیز آن حضرت را در خانه اش آزار میرساندند. ابن اسحاق میگوید گروهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خانه اش می آزاردند عبارتند از ابو لهب، حکم ابن ابی العاص ابن امیه، عقبه ابن ابی معیط و بعض دیگری که بودند از همسایگان، که همه همسایگان آن حضرت صلی الله علیه و سلم میخواستند مبارک را اذیت و آزار کنند. حکم ابن ابی العاص اسلام نیاورد. یکی از اینان هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخواند، زهدان گوسفند بر سر آن حضرت صلی الله علیه و سلم می انداخت و دیگری هنگامی که برای طبخ غذا دیگ می نهادند، زهدان گوسفند را در در دیگ آن حضرت صلی الله علیه و سلم می انداخت. ناگزیر پیامبر صلی الله علیه و سلم سنگ را در خانه خیش گذاشت تا هنگام ظهر از نظر آنان پنهان بماند. و چون زهدان آلوده در خانه اش می انداختند، آن را بر سر چوبی گرفته و بر در خانه ایستاده و می فرمود: ای پسران عبد مناف، این چی گونه همسایگی است؟ سپس آن را از خانه بیرون می انداخت. عقبه ابن ابی معیط پیش از دیگران نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم شقاوت و خواست و بدبختی می ورزید. بخاری از عبدالله ابن مسعود روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم کنار کعبه نماز می خواند. ابو جهل و یارانش نیز نشسته بودند. در این هنگام یکی از آنها به دیگران گفت: کدام یک از شما شکمبه های شتری بنی فلان را می آورد تا به هنگام سجده پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را بر پشتش بیندازیم؟ نگون بخترین ایشان
یعنی عقبه ابن ابی معیط برخاست، آن را آورد و منتظر ماند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کرد. شکمبر بر پشت آن حضرت صلی الله علیه و سلم میان دوشانه اش گذاشت و من می نگریستم، ولی کاری از من ساخته نبود. ای کاش پشتیبانی می داشتم. سپس می گوید در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سجده بود و سر بر نمی داشت، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سجده بود و سر بر نمی داشت، آنان چنان به خنده در آمدند که از شدت شادمانی و فرح به یکدیگر تکیه می دادند، تا اینکه حضرت فاطمه رضی الله عنها آمد و آن را از پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور انداخت و پیامبر سر از سجده برداشت. سپس 3 بار فرمود اللهم علیک بقریش، پروردگارا تو خود به حساب قریش برس. نفرین بر آنان گران آمد و می افزاید. آنان عقیده داشتند که دعا در این شهر مستجاب است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم در نفرین خیش از ایشان نام برد پروردگارا تو خود به حساب ابو جهل، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ولید ابن عتبه، امیه ابن خلف و عقبه ابن ابی معیط برس. و از شخص هفتم نیز نام برد که در اینجا راوی بیان می کند که من نام ایان را یاد ندارم و سوگند به آن که جانم در دست اوست، کسانی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نام یاد کرده بود در چاه بدر کشته یافتم. امیه ابن خلف هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را میدید، حضرتش را تمسخر نموده و دشنام میداد و درباره او این آیه نازل می شود بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزة لمزة، وای بر هر بدگوی عیبجوی. اما برادرش ابی ابن خلف دوست صمیمی عقبه ابن ابی معیط بود. روز عقبه در نزدیکی پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود و آیات را که آن حضرت صلی الله علیه و سلم تلاوت میکرد شنید. چون این خبر به ابی رسید، او را سرزنش کرده و بر وی خشم گرفت و از او خواست که بر چهره مبارک آن حضرت صلی الله علیه و سلم آب دهان اندازد و وی نیز چنین کرد و خود نیز استخوان پوسیده را کاملا خرد کرده. سپس در مسیر باد آن را به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم دمید. اخنس ابن شریق نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم را ناسزا می گفت. قرآن او را با 9 صفت وصف نموده که بیانگر حالات اوست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. این 9 صفت در رابطه به اخنس ابن شریق می آید که پروردگار عزوجل در این آیه های از سوره قلم این شخص را مذمت می کند و بدبختی و شقاوت این مردم را بیان می کند. ابو جهل گهگاه نزدیک پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و آیات قرآن را می شنید، سپس باز می گشت اما ایمان نمی آورد و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را قبول نمی کرد و متنبه نمی شد و از هیچ چیز باک نداشت و با سخنانش پیامبر صلی الله علیه و سلم را می آزارد و مردم را از راه خدا باز می داشت و چنان با نخوت و غرور به بدکاری هایش می پرداخت که گویی کار ستودنی کرده است. درباره او آیات زیر نازل می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. وی از نخستین روزی که دید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حرم نماز می خواند، مانع نماز آن حضرت صلی الله علیه و سلم می شد
روزی به پیامبر که در کنار مقام ابراهیم نماز میخواند برخورد و گفت مگر تو را از این کار من نکردم؟ و آن حضرت صلی الله علیه و سلم را تهدید کرد. پیامبر نیز با استحکام او را پاسخ گفت و از خود راند. ابو جهل گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم، مرا از چی میترسانی؟ به خدا که من در این وادی مکه بیش از همه یاور و همنشین دارم. و این آیه نازل می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلیدع نادیه سندع الزبانیه. در روایت دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آن که مانی مزاحمت وی شود گریبان وی را گرفت و تکانش داد و در همان حال این آیه را تلاوت کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. با این اعمال وای بر تو پس وای بر تو، باز هم وای بر تو پس وای بر تو. آن دشمن خدا گفت ای محمد مرا تهدید میکنی؟ به خدا نه، تو میتوانی بر ضد من کار انجام دهی، نه خدایت نعوذ بالله، زیرا من ارجمندترین فرد مکه ام. پس از این نیکوهشت سخت از کردلی ابو جهل کاسته نشد، بلکه پس از این نگونبختی وی رو به افزایش کرد. مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت می کند که ابو جهل گفت آیا محمد صلی الله علیه و سلم در حضور شما چهره بر خاک می نهد؟ گفته شد آری. وی گفت سوگند بلات و عزا اگر او را ببینم پای بر گردنش می نهم و رویش را خاک آلوده می کنم. وی هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول نماز بود نزدیک آن حضرت آمد و قصد داشت پای بر گردن مبارکش بگذارد که ناگاه خود را پس کشید و با دستانش خود را محافظت کرد. گفتند تو را چی می شود ای ابوالحکم؟ گفت بیان من و او گاودالی بیمنگیز از آتش و فرشتگان عذاب پدیدار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر به من نزدیک می شد فرشتگان عذاب تک تک اندامش را می ربودند. اینها تصویری کمرنگ از فرومایگی مشرکین و ستمگر و ظالم و کسی است که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمین روا داشتند. مشرکینی که خود را اهل الله، خاندان خدا و ساکنان حرم را اله می شمردند. لازمه این موقعیت بحرانی این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با دوراندیشی تصمیم اتخاذ کند که مسلمین را از رنج و مصیبتی که بدان دچار بودند برهاند و حتی الامکان از فشار آن بکاهد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم نیز تدابیر اندیشید که در تسهیل دعوت و تحقق هدف بسیار مؤثر بود. در اینجا انتخاب خانه ارقم ابن ابی الارقم به عنوان مرکز دعوت به اسلام و جایگاه تربیت و تعلیم المسلمین. دوم، صدور فرمان هجرت به حبشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این که این موضوعات و این مطالب را می‌بیند بسیار خشمگین و بسیار ناراحت می شود که ابو جهل و ابو جهلیان از هیچ اذیت و آزاری دست بر نمی دارند. همیشه شب و روز در تلاش این هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیشتر اذیت بکنند، مسلمین را بیشتر اذیت بکنند. و حتی می بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز می خواند ولیکن شکم بدبوی شتر را بر شانه های مبارک می اندازند. از بس که شکمه شتر سنگین و بزرگ است مبارک نمی توانند از سجده بلند شوند تا که حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها می آید و شکمه شتر را یک طرف می کند و مبارک سر از سجده بلند می کند. تا این دم اذیت و آزار و تا این دم بدبختی قریش و ابو جهلیان که
اصلا رحم و شفقت و مهربانی در دلشان دیده نمی شود. به خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا تدبیر بسیار بزرگ را طرح ریزی کردند تا اینکه مسلمانان و مسلمین و خود را از این همه سختی ها خلاص بکنند. اولین جایی که انتخاب می شود خانه ارقم ابن ابی الارقم به خاطر دعوت و مرکز تعلیم و تربیت مسلمین انتخاب می شود و نکته دیگر صدور فرمان هجرت صادر می شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه مسلمان ها دیگر اذیت نشوند، آزار نبینند، در رنج و در تکلیف زندگی نکنند، در ترس و وحشت زندگی نکنند، آنها را فرمان به هجرت می دهد که به حبشه هجرت بکنند، در حبشه برند، در آنجا زندگی کنند چند مدتی که از الله متعال یک گشایش، یک فرح نازل شود. همین است که آهسته آهسته پیامبر صلی الله علیه و سلم خود را از جنجال و از ناراحتی و از اذیت و آزار این مردم خود را دور می کند تا این که دیگر اذیت نشود، تا این که دیگر رنج و مشکلاتی که از قریش و ابو جهلیان هست بر روی مسلمانان و بر شانه های پیامبر صلی الله علیه و سلم نیفتد. خلاصه همین که اسلام با آسانی به ما نرسیده، این دعوت و این تبلیغ با آسانی به ما نرسیده، بسیار رنجها و تکالیف و زحمتها در این راه کشیده شده. الله متعال برای همه ما و شما توفیق حفظ این اسلام و این دین را نصیب بکند. پروردگار عزوجل توفیق خدمت به اسلام و به دین را برای همه ما و شما نصیب بکند و ما و شما را هم رهروان راه حقی این پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشان قرار بدهد. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک.